السلام علیکم دخترکای خوشرو همه کسا سازین خوبین دخترکای خوشرو بازم مکانی قند آمدیم انی چشمک آمده بسیارتون میپرسیدین تمام کرده بودین الکای باز آوردین عین حال نلی چی دارن این اگر دستافکا خواهین دستافکا روان میکنن از نزدیک دیدن خواهین بازار کاروان دروازه پژارکا دخترو این خیلی جوچکا هم دارن میتونین شما قند و قنفی دنمی دانگی ها را خرید کنین میوه های خشک خریداری کنین بعد از این خیلی ملچوف کوشش شما دستافکا روان میکنن اینا ببینین عین هم هست ازرش دنلی چی تاگانگش هم نلی چی هست خلاصا این نوینکو هاشون انی جوچکای 70 سومونه هم 200 دانه به خیالم داشت 150 تا بده 150 تا بده ایام نلی چی دارن دخترکو خوشرو دروازه پژارکا دیدین دخترا این نمی رو پروی دهم دروازه طرف تیلو بازار ختم میشود باز آدم در توا بسیار نوار کردنم به حد دشواره پایپسکای عزیز میدونین در مغازه مکانی قنچ اومدگه انی جوچکای زمزم میگن هم خب بسیار 200 دانه داشته نقش میدونین چند سومون رنگ دیگر مغازه واری 120 سومون چند سوم گفتین 60 سومون دیدین یک برابر از دیگر مغازه ها ارزون از اینا نیز دستافکا در کار باشد مرحمت میتونین در اومده زکاس کنین ارزون 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 بازم در مغازه مکان قرار داریم همه چی ارزون قنداشون سر می شود از 30 سومون تا 800 سومون پایپسکای عزیز ایو همش فرمایش بدین خواستن که من در جای می فرمایشون نوار کنم شما نگاه کنین دخترکای خوشرو هر یک نمودخان 2 کیلو 3 کیلو گرفتگی پا یک پایپس چیکچونه به خیال مرازی تماشا دارن ایورم نو اومده این دیلاکو هم قبا مزه دخترو مرا گفتم بخرید خب من گفتم میره خوردن باید ظرف کداگی باشی با بخری ابی چده برای هم دخترکای خوشرو من میدونم که مغازه مکانی قند همه چیشون با مزه میتونین در اومده زکاس کنین 1001 نمود قند و قنفیته بازار کاروان از طرف پژارکا پایپسکای عزیز طرف پژارکا خرج دروازه پژارکا جای اپای نیلوفر هم بگین میشود 1001 نمود قند نوینکا اومده درین زکاس کنین اگر در گرمی برآمدن نمیتونین خواهشی برآمدن ندارین کودکی بیمار دارین بیرمینین چین نیاین دخترکای خوشرو زکاس کنین قند و قنفید نه در همه جا دستافکا میشود فقط در مکان قند با نرخ‌های دسترس با کیفیت عالی دخترکای خوشرو میدونین چی من خودم از روز گپ خریدم اومدم دیدم آدمش بسیار گفتم بعداً خرید میکنیم دیگه راست پاکوف میکنیم انا می قند بسیاری میپرسیدن از اپا گفتن که اعلان کنن که همین قند ماده نلیچه هسته این به حدی بعد به مزه دبی است که پاتیش کن بعد دبی است که عین نمودش است عین نمودش است عین تنگچو خ کیلو 60 سومون هست عین هست از اینا نیز هست به مزه اینه یورم دارن نلیچه با بسیارشون نو اومد انا تمام شده بده نو اومده یورم بری نو دخترکای خوشرو انا اینم نو اومد این بر رنگاش بود از نمیدونم رنگاش هست نیست خلاصه ای رنگی کبوتش نلی چی دارن در اومده زکاس کنیم بازار کاروان از طرف پژارکا مکانی قند در دروازه پژارکا قرار دارد جای اپای نیلوفر هم بگن شما نشان میدن دخترکای خوشرو نگاه کنید پندگوی سنگچا اومده عجایب بود سوتش نی ابیچ نی این روی دسترخوان دا واوس کی میبره نگاه کنید دخترکای خوشرو خریدش نکردیسم پایپس کنین کلینتو خلاصه آدم بسیار نورو ایره ببین سنگچا این نموده شما نموده قند ارزون در اینجا شما اومدین روی رکلام اومده نه همیشه گرفتیم همه چیز ارزون اومدین ارزون دیدین حقونی ارزون دخترکای خیلیتون میگه نه برای قیمت شما قیمت ندیدین حالی قیمت چیزای ارزون میگیرین با نه برات گفتی بگه پو قیمت میخره ایورا قیمت میگه قیمت نیست جا ارزونه بعد که چی میگن کیشو را گفتن شما دیگر نه گفتن دیگر وای این خیلی نیست کیشو سوژه زاتو نرخشم نرخی دسترس ای این همه چقدر آدمی که در بیرون دیده ایستادن همش ایروی رکلام اومدگن خرید دارم با دستافکاشم به حساب بیاین حتما دخترکای خوشرو از نزدیک دیده خریداری هم کنین چون که گفتم میشود اگر زکاس ها این دستافکا روان میکنن اینا 1001 نموده این دخترکا دخترکا کشتن و پیکن آمدگه میپرسیده نداشتین الکای کیلواکی اومده پچکاکی اومده اینا سویجی بر نه و کک در اومده مرا دعوت کردن که نوار کنم اسپت کنم پچکای عزیز ویبر داد توا بسیاره پچکای عزیز نگاه کنید یورا کردم نوار حالا اومده حالا همه خیلی با مزه هم باور میکنین خراب شکلات نی حالا دخترکای خوشرو با مزگیش دم گرب ندارم این کیلواکی میفروشن اینا کانتینرش توفا کسی که میخره بگذارین نفهم بعد این خیلی پیچونیو فسان اومده دخترکای خوشرو این پیچونیو را ببینین 1001 نموده باور میکنین دخترکای خوشرو اینا تا تاگش با یک دنیا نمود دیگه این حالا اومده هازی بار
یورو خاصی من آور گیرم بینن که چی ها دارن. نه تاگجدا با رنگ زرد بده بالاش چند نمود دیگه. اینا کاسه در کارای مرحمت حالا نلیچ است. ای چند سومون تو چند سومون باشه؟ 80 سومون ها؟ دخترای خوشرو نگاه کنین کنفتکای بام مزه اومدگه نرخشون 40 سومون. اینا کاسه دستافکا در کارای نلیچی دارن سبز و رنگ سرخ. کوبنیکم بده و تربوزی 40 سومون دخترکو. چند تا باشه از ما ببینیم اگر نه چند تاگاش نمیشه نیست دخترها با میخرین و تقسیم میکنن گودکور حساب میکنن میفهمین چند تاگا اینا دخترها کنفته نبین که دخترها شکلاتای روشن هسته یک دونش 4 سومون. این اگر از اینو خواهین از اینو نیز دستافکا دارن. انا یارا بسیاری پرزن 120 سومون ایام نلیچی هسته 60 سومون ازی دخترها 4 سومون 60 سومون کردین عکسی کالون اسپید کنین تمام نشود. بعد ای 4 سومون شکلاتاشون هم هست دخترکو اصلی نگاه کنین هر دیو 4 سومون یا 60 سومون کردین پاپیچکای عزیز شوک سنا باور کنین دخترکو. دوبایسکی شکلات نرخش 150 سومون فیکسی اورجینال کاسه دستافکا میخواه برای ای دروی دسترخوان میخواه یا که زکاس کنین دخترکو مکان قند دستافکا روان میکنن باور میکنن 150 سومون فیکس یگان کس نمیتیه. دخترکای خوشرو نگن که تمام شد من نوار میکنم هست شما میان نیست پیسته از 80 سومون تا 250 سومون نگاه کنید زیاده از 8 نمود پیسته دارن دخترکای خوشرو. بیا اینجا نشان چیم اینه پیسته تاجیکی ایرانی ترکی 1001 نموده باور میکنید دخترکو از 80 سومون گفتم تا 250 200 سومون پیسته دارن. اینا بادام دارن غولینگ دارن دخترکو زردآلو خشک یعنی برای روی دسترخوان هم خوشرو برای کسلی‌های دل فایده دارد. اینا دخترکای خوشرو میوه های خشک هسته نگاه کنین هم خوشرو روی دسترخوان دنبازه با مزه‌شون نیست با مزه اینا کاسه در کار مرحمت. دخترکای خوشرو نگاه کنین برای دولنیای پست و بلند برای کسلی‌های دل برای چند نمود کسلی خوش نیست دارن دخترکا. پاپیچکای عزیز میوه های خشک نو اومده نامشون نمیدونم همه خیلی ابزار میکنم اینا کاسه در کار مرحمت در این زکاس کنین یا نه وکک درآمد اینجا چند سومون تو چند سومون بگم 140 سومون نرخ آبتای پاپیچکای عزیز. دخترکای خوشرو کشور میدونین چند سومون کردن 120 سومون کالوناش او مایداچای رنگ مویزه کو خیلی یا نه خیلی کالونا یا برای پیش نشان چیم ببینین کشور هم یکم سورت پیش اینا دخترکای خوشرو کشو 3 نمود بده دیگه دو 3 نمود بده با پوچاق به پوچاق 90 سومون. پاپیچکای عزیز ویدیو ما دروغی در سراوال 120 سومون گفتم 90 سومون کردن مویز نیز دارن چورماز نیز دارن یک دنیا نموده آدم بسیار خوشو نوار نکردیم امروز دخترکا بخشی بسیار اینا کاسه دستافکا در کار مرحمت در این زکاس کنه.